بگیرم چون فقط هم نوکه یه نفری میشه کار کرد. مثلا نوکو نیاز نیست دو تایی کار کنیم. اوه آره این خب این رشد از رشد نامتقارن نوکه. الان نوک پایین پرنده از یه سمت داره بیشتر رشد میکنه، بعد همزمان چون متقارن نیست رشد، از این ورم دوباره این یکی نوک، یعنی نوک بالاش هم شروع میکنه از این سمت رشد میکنه. یه جورایی اون تعادلش به هم میخوره و معمولا وقتی اینطوری میشه مجبوریم بیشتر از اون چیزی که لازمه. معمولا هر 3 ماه یه بار ما کوتاه میکنیم، ولی اینا رو ممکنه حتی بعضی موقع مجبور شیم هر ماه یا هر 2 ماه یه بار نوک پرنده دو سمت انقدری تراش بدیم که لااقل متوازن بشه، بتونه راحت باش غذا بخوره. خب الان کارو شروع کنیم. از یه سمت اول بریم درستش بکنیم، بعد از اون سمت